علم می‌گردانی. مرد دیگری آمد گفت یا رسول الله من احق الناس بالصحابتی، با کی از همه دیده هم صحبت تر شوم؟ با کدامش؟ با پدرم یا با مادرم؟ کدام اینها قطعی؟ کدام اینها حق بسیارتر بالای من دارند؟ رسول الله چی گفتند؟ امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال امک. ثم من؟ قال ابوک. پیغمبر خدا را میگه پرسیدم، رسول اکرم گفتند مادرت از همه دیده حق بسیارتر بالای تو دارد. گفتم رسول اکرم بعد از این کی؟ گفتند بازگشته گفتند مادرت. بازگشته گفتم رسول اکرم بعدی مادرم چی؟ گفتند مادرت. بعدن گفتم رسول اکرم دیگر چیز میخوام بعدی مادر بر کی؟ بر پدر، بر برادر، بر خواهر. ابوکا. پیغمبر خدا گفتند بعدن بر پدرت. چیکار کن؟ خدمت کن. یعنی 3 بار رسول اکرم نام مادر را در این حدیث مبارک ذکر کردند و بعدن حواله به سوی پدر کردند. یک جوانی آمد میگه با همراهی زنش یختصمان فی سبیلهما، در دستشان یک کودک بود میگه در دست این زن، و نزد رسول اکرم حاضر شدند و گفتند رسول اکرم یختصمان فی سبیل، ما یک قضاوت داریم، ما یک مسئله داریم، میخواهیم که این مسئله را شما حل کنید. گفتند چی مسئله هست؟ گفتند این مرد میگوید که من حق بلند دارم و این زن میگوید که من حق بلند دارم، کدام ما حق ما بلندتر است؟ مرد میگد به سوی پیغمبر خدا گفت هذا ولدی خرج من صلبی، همین فرزندی که در دست من است پیغمبر خدا، همین از پشت من است، همین فرزند من است. میگه این زن گشته گفت زنی همین مرد بود. گفت چی گفت؟ گفت در اصل پیغمبر خدا این فرزند همین مرد است، حمله خفا و وضعه شهوتا، لکن همین آبی که همین فرزند از او به دنیا آمده است این بسیار سبک بود در پشت این مرد، این به سبکی برداشتش. وقتی که در رحم من پرتافتش از حساب شهوت پرتافتش، لكن وزعته كرها وحملته كرها وارضعته حولين كاملين. پیغمبر خدا این فرزندی که از آب این مرد در وجود من پیدا شد، این من با مشکلات برداشتم، با مشکلات تولد کردم و باز 2 سال دیگر این شیر دادم. پیغمبر خدا حکم کن، حکم پدر بلند است یا حکم مادر؟ فقضا رسول الله صلی الله علیه و سلم لأمی، بعد پیغمبر خدا حکم کردن که حکم مادر چی هست؟ بلند هست. البته حکم مادر بلند بودنش هم اگر ما و شما در سوره لقمان نظر کنیم، خدای ما و شما میگوید و وصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. صدق الله العظیم. خدا در این سوره قرآن به ما و شما چی سپارش میدهد؟ میگوید چگونه ای که جمعه پیشین از سوره اسراء به شما خواندم که از اولش امر پیغمبر بود، اینش هم از امر سر میشد و وصینا الانسان. خدا میگوید وصیت کردیم فرزند انسان را، سپارش دادیم فرزند انسان را، امر کردیم فرزند انسان را، یا وظیفه گذاشتیم به گردن فرزند انسان. چی وظیفه گذاشتیم؟ که پدر و مادرش را احترام کند، پدر و مادر را احترام کند. حملته امه وهنا على وهن، و فراموش نکند که این فرزندی که امروز به وای رسیده است، این همچنان در یک صورت کلان در دنیا از زمین مثل گندم نروید، بلکه این مادر در شکم خود برداشت. خدا میگه وهنا علی وهن، مشق علی المشق. صاحب تفسیر میگه یعنی مشکلات به مشکلات، روز به روز مشکلات بالای مادر زیاد میشد، ترا میبرداشت. حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین، باز تو را 2 سال دیگر میگه خداوند شیر داد.
ان اشکر لی و لوالدیک، من از شکرانه مرا بجا بیار و بعد شکرانه من شکرانه پدر و مادرتم بجا بیار. و الی المصیر، فراموش نکن که بازگشت تو به سوی من است. من از این سفارش و از این وظیفه‌ای که بر ذمه تو گذاشتم برای احترام پدر و مادر از تو پرسان میکنم که آیا تو اینا بجا آوردی یا نه.